همدوران عزیز باز یک نوار دیگر نشون میدم که امسال من توانستم تک پیوند گیلاس مخصوص وسیل رو ریشه کنونم یاد گرفتم. من این وسیل می باشد تقریبا 100 تا 200 تا نمیدونم چند تا من ریشه کنوندم با روی پرنیک کردن، با روی بوخ وای کردن، گرم خونه کردن. خدا خواهد اینها همش گیلاس میشوند، نهالای گیلاس میشوند. این وسیل رو در یک کن از 1.5 تا 2 متر بین یکدیگر شنونید میشود. بین قطار 4 بین نهال 1.80 شنونید بهترین میشود. در زمین شما از این وسیل بسیار بسیار نهال میرود و میوه بسیار میگیرد از 1 هکتار. و این در خشکی توباور است، در سیرابی هم توباور است. به مانند دیگر گیلاس ها خشک نمی شود در 4 5 6 سالگیش. این انتیپ نیست، این وسیل است. خدا خواهد امسال من این رو باز راهش رو یافتم. بسیار بسیار یاد میکنیم که تا اینکه ما گیلاس زورمان رو بسیار کنیم، چون که حاضر روسیه فقط گیلاسی فرغانه رفته ایستاده است. بسیار تاجیکستان گیلاس ندارد که روی کند، هرچند که میکوبیم نمیابیم. یوبیم هم اگر هم 10 15 تن در تمام تاجیکستان جمع کنن، اگر هم 50 تن 100 تن میشود یا نه کیلویی روان کردن به روسیه نمیشود. ما باید بازار خارجی رو گیریم. همدوران عزیز برای بازار خارجی رو گرفتن باید ما باغ‌هایمان رو اصلاح کنیم، باغ‌های بهترین رو کنیم. باغ‌های بهترین در اساس تک پیوند می شود، اساسش. و این هست یک از تک پیوندهای بهترین دنیا، VCL برای گیلاس. همدوران عزیز خدا خواهد آستا تاجیکستان رو باغ‌هایش رو بهترین میکنیم. در پناه خدا باشید.